در سوره بقره برای تمام بندگان خود اعلان میکند: ان الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظیم. پروردگار میگوید آن کسانی که ایمان آوردند، آن کسانی که با وجود پروردگار ایمان آوردند و با این قناعت نکردند، در برابر این ایمان آوردگی 5 وقت نماز ادا کردند و از مال داشتهشان زکات دادند، پروردگار به اینها چی بشارت میدهد؟ داروخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. پروردگار به اینها چی بشارت می دهد؟ لهم اجرهم عند ربهم. برای این گونه مؤمن هایی که 5 وقت نماز دارند و از مالشان زکات میدهند، یقین دارند که در نزد من برای اونها پاداش وجود دارد. برای این گونه جمعیت در نزد من اجر ذخیره شده ایستاده است. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این جمعیتی که 5 وقت نماز میخواند، این جمعیتی که از مال خود زکات میدهد، اینها هرگیز یگان ترس و هیبت در دلشان جایگیر نکنند و اینها غمگین نباشند که آخرت اینها آباد است. کسانی که در دنیا ایمان بر خدا میارند، 5 وقت نماز ادا میکنند، از مالی که الله برای اونها داده است زکات میدهند، الله میگوید اینها در نزد من پاداش دارند، اجر دارند. این بنده های هستند که دیگر نترسند و غمگین نباشند که چی قبر اینها چی قیامت اینها آباد است. خوش به حال همون مؤمن هایی که 5 وقت نماز در وقتش ادا میکنند. خوش به حال همون مسلمان ها و مؤمن هایی که از مال دادگی پروردگار زکات جدا میکنند. خوش به حالشون که الله برای اینها الک بشارت داد که هیچ پروایی نکنند، نترسند، غمگین نباشند، که اینها بندگان صالح هستند. اینها بندگانی هستند که الله بالای این طایفه روز قیامت رحم دارد و رحمت دارد. یکی از صحابه های گرامی پیغمبر خدا این حضرت معاذ بود، معاذ ابن جبل. حضرت در کتاب های حدیث حکایه میکنند که انصاری بود، از اهل مدینه بود، در سین 18 سالگی اسلام قبول کرده است. بسیار در نبردها، بسیار در جهادها در پهلوی حبیب خدا ایستاده، دفاع از اسلام و دفاع از حبیب خدا کردند.
برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پهلوی حبیب خدا ایستاده دفاع از اسلام و دفاع از حبیب خدا کردند. صاحب کتاب میگوید بسیار صاحب جمال بودند، بسیار جوانی زیبا بودند، بازم این زیباییش بسیار با حیا بودند و حلم نرمی داشتند و بسیار مردی سخی بودند. یکی از عالم های بودند، میگوید صاحب کتابگویی، در دوره های رسول اکرم عالمی حلال حرامش میگفتند، حلال از حرام جدا میکرده است. بسیار یک عالمی شناخته شده در بین امت های رسول اکرم بودند. خدا رحمت و مغفرتش کند، در سین 34 سالگی جان به حق تسلیم کردند. همین معاذ ابن جبل وقتی رسول اکرم فتح مکه کردند، مسلمان ها همه نصرت، همه ظفر، همه قوه و توانایی در دست مسلمان ها که افتید، حبیب خدا معاذ دعوت کرد نزد من بیا. گفت ابن عباس روایت میکند، حدیث متفق علیه است، بعث معاذا رضی الله عنه الى الیمن. حبیب خدا گفت یمن دولتی بود که حبیب خدا معاذ دعوت کرد و گفت می روید در یمن، میری شهر میشوی، قاضی شهر یمن تو هستی، فرمانش حبیب خدا خواند. لیکن برای معاذ حبیب خدا چی گفت؟ تو وقتی یمن می روی همچون میری شهر، همچون قاضی، همچون پیشوای این دولت، برای او چی داد؟ حبیب خدا چی سپارش داد؟ فقال له ادعوهم الى شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله. یکم گفت یمن، مردم یمن جمع میکنی ای معاذ، برای اونها میگویی اشهد ان لا اله الا الله ادعوهم الى شهادتی، اونها را بخوان این که خدا یک و یگانه هست و محمد فرستاده او و بنده اوست. با این کلمه اونها را دعوت کن. زیرا در دوره های بعد فتح مکه هم همان گوییم دوره های جاهلیت و پسماندگی که عبادت بت‌ها بود در همون دولت ها هم وجود داشتند. از این خاطر حبیب خدا که آمد برای مبارزه ضد بت پرستی، ضد بدعت و خرافات و شرکیات، اولین وظیفه که به معاذ داد چی بود؟ مردم دعوت کن که لا اله بجز الله دیگر هیچ خدای نیست. این بت‌هایی که شما پرستش میکنین، این بت‌هایی که شما از اون مدد طلب میکنین، اینها همه خدا نیستن. از اینها هیچ مدد و کمک شما طلب نکنین که الله شما را مغفرت گناه نمیکند. چگونه که امروز بعضی از همون آثار و بعضی از همون گوییم که عملهای دوره‌های جاهلیت در مردم ما و شما وجود دارد. امروز بچه های ما و شما همراه عروساشون که فتپوشی بود نشد، فتپوشی را بود نکردن، اینش خطیبا کفایت نکردن، گرفته پیش بوتها میاریم، در پیش بوتها اونا را تصویر میگیریم، پیش اونا را صورتگیری میکنیم، پیش اونا با یگان ملای بیچاره دیگر را برای 4 سوم شیده میبریم، در همونجا باز در کامرا تماشا میکنیم. در حق همون شه و عروس در پیش یک بود دعا کرده ایستاده است. یا اینکه از این کفایت نکردیم میبریم پیش حضرت امیر سید علی حمدانی، در حالتی که اون دختری ما قرار دارد
غضب پروردگار بالای اون اولاد است. کجا میبری ویا؟ این همون آثار دوره‌های جاهلیت در مردم ما و شما وجود دارد. برادرای خیلی عزیز و گرامی، من میدانم که بعضی از شما را از این مسئله ها نمیفارد، بعضی از این مسئله ها شما ناراحت میشوید. حتی بعضی حاجی هم مرا گفتن برادر عزیز در اطراف همین مسئله ها صحبت نکن. به خدا قسم نمیشود صحبت نکردن، نمیشود. ما مسئولیت داریم، مسئولیت. امروز همین امام خطیبی که من دارم بعد جمعه 3-4 تشکیلی منتظر من است. 3-4 خانه دا آماده کردگی با تمام شرایط که حاجی میرزا می آید. لیکن من عزت از روی اسلام یافتم، عزت از روی دین یافتم. وقتی که من عزت از اسلام یافته باشم و پشتیبانی از این دین نکنم، به خدا قسم از من در بی انصاف وجود ندارد دیگر، بی انصاف وجود ندارد. اگرچه شما را دردم کی کند، اگرچه شما را قهرم کی کند، سخن خدا را وظیفه من این است که به سمع شما باید رسانم. حضرت لقمان خدا رحمت و مغفرت کند، سوره لقمان داریم، شما نظر کنین. امروز خدا رحمت و مغفرت کند، عمر دراز یاد رئیس جمهور کتاب قرآن با کریلیکی تفسیر کردند. تفسیر این در دولت‌های گویم ایران به چاپ رسانیدن تا که مردم ما از همین قرآن برخوردار شوند. شما شاده کنید سوره لقمان، بیاین با آیت‌های والله اعلم یا 12 آیت است یا 13 آیت. حضرت لقمان بچه‌ش چی گفتند؟ پدرای عزیز، این مسئله هست که همه ما و شما باید فرزندانمان با این جمله‌ای که حضرت لقمان دعوت کردن باید دعوت کنیم. این معنای او را ندارد که تو آمدی جمعه خواندی با همین مسئولیت ایمانی و اسلامی از تو ساقط شد. نه، به این وظیفه تو تمام نشده است. حضرت لقمان چی گفتن؟ یا بنیه و اذ قال لقمان لابنه وهو یعیزه یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. این سوره لقمان است. حضرت میگوید آمد حضرت لقمان که بچهش موعظه داشت و هو یعیزه، موعظه میکرد، امر معروف داشت. حضرت چی گفتن؟ حضرت گفتن که یا بنیه، فرزند من، لا تشرک بالله، به خدا شریک نیار، این الشرک لظلم عظیم، یقین دان که شرک بسیار جرمی وزدین است، بسیار گناهی وزدین است، گناهی است که الله این شرک نمی بخشد. این حضرت لقمان برای فرزندش گفت. برای چی ما نگوییم؟ برای چی امروز مردم ما از شرکیات و از خرافات و از بدعت و از دیگر عملهای جاهلانه خبر ندیم؟ پس وظیفه ما چیست؟ از این خاطر این فقط وظیفه من نیست. وقتی شما شنیدین باید این در عمل اجرا کنید. این سخن من نیست، این سخن خدا و پیغمبر خداست، این سخن اسلام و قرآن است. باید شما این در فرزنداتون رفته رسانید. بسیار گناهی و مشکل گناه است. وقتی شما می روین با این گویم در حالتایی که من خیلی جوانا را سرزنش هم کرده بودم که حیفی همون جوانی که تو صاحب عروس، صاحب زندگی، صاحب بهترین متاع دنیای تو. حبیب خدا گفتن الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة صالحه. دنیا به منزله متاع است، متاع، این متاع است، لیکن بهترین متاع حبیب خدا گفتن این زن است، زن صالحه است. تو بهترین متاع را از خود کردی، لیکن برای چی او را تو عریان کردی؟ و مادر تو عریان نبود کو؟ مامه تو عریان نبود کو؟ حضرت فاطمه عریان نبود؟ حضرت عایشه عریان نبود؟ پس با کی ما پیرو شویم؟ ما الحمدلله نام مسلمانی داریم کو؟ ما در هر جا اگر معرفی کنن ما خودمان الحمدلله مسلمان هستیم. پس چرا ما در این جنایت مشکل جنایت است. وقتی تو جوان او را صاحب فتح میپوشانی، تو را گویم که مزار به مزار و هیکل به هیکل دور میگردانی، از خدا نمیترسی؟ تو از خدا نمیترسی که همون قدر ساعتی که تو دور گشته ایستاده ای تو فقط در لعنت الله گرفتاری، تو در غضب خدا گرفتار هستی؟ رحمت الله در اون ساعت از تو دور است، از تو دور است.
حدیث قدسی است که الله میگوید و من لقینی بقراب الارض خطیئه لا یشرک به لقیتها بمثلها مغفرة، رواه مسلم. حدیث قدسی است که پروردگار میگوید اگر بندگان من، اینمی بندگانی که در همینجا صحبت مرا شنیده ایستاده ایم، اگر بندگان من با پوری زمین گناه کنند، ببین آنقدر گناهی کردی که زمین پوری گناه شد، گناهی تو میگوید به آسمان عروج کرد، سونی طرف آسمان برآمد، آسمان هم پر کرد. الله میگوید وقتی با این قدر گناه اگر تو به من روبرو شوی ولا یشرک بی، لیکن در بین این قدر گناهی که کردی اگر شرک نآورده باشی، پروردگار بشارت چه ببین لقیته بمثلها مغفرة، قسم به عظمتیم که با پوری زمین و آسمان به مغفرت استقبالت میکنم، به مغفرت استقبالت میکنم، همه گناه زمین و آسمان تا میبخشم زمانی تو شرکی به خدا نآورده باشی. اگر زمین و آسمان پوری گناه باشد، این جمله های هست که چرا این ما به سمع شما نرسانیم، چرا به گوش شما این جمله ها را ما نرسانیم، تا به کی ما و شما به شرک داده میشویم. برای چه حضرت معاذ حبیب خدا اولین سفارش داد، ای معاذ اولین کلمه که مردم دعوت میکنی این است که نیست خدای مگر قدرت الله جل جلاله است. هر مددی که داری، هر تکیه‌ای که میخواهی، هر چیزی که برای تو لازم است به درگاه پروردگار مراجعت کن، همه دردهای تو دور میشود، همه مشکلات تو کشاده میشود. ترک کن موره چشمی را گفتن حضرت، ترک کن خار و نعله، ترک کن این شرکیات هایی که امروز تو چنگ زده ایستاده، اینا هیچ کدامش به منفعت تو نیست. اینا رسول اکرم به حضرت معاذ گفتند. این آثار همون تا حال در زمان ما و شما وجود دارد. ما و شما 5 وقت نماز جماعت داریم، نماز جمعه میخوانیم، لیکن بچه‌مان چیکار میکند؟ در معرکش عرق میدهد، در معرکش گویم دخترای بی حیا و بی ستر آورده چیکار میکند؟ در نمایش مردم میبرارد. پس این معنای او را دارد که ما علی کاملا ایمان نداریم، ما کاملا تسلیم در قرآن شدگی نیستیم. از حبیب خدا پرسیدن، میگد بار حبیب خدا در حضور صحابه ها بود و چی گفت؟ این در صحیح مسلم است، در صحیح بخاری هست. الا انبئکم باکبر الکبائر، یک بار. الا انبئکم باکبر الکبائر، 2 بار. حبیب خدا گفته ایستاده است الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 بار گفتن. ای مردم مسلمان خبرتان دهم که گناه کلانترین کدام است؟ ای مسلمان ها خبرتان دهم گناه کلانترین کدام است؟ 3 بار این جمله را حبیب خدا گفتن. قالوا بله یا رسول الله، گفتم بله ای حبیب خدا خبر بده. چی گفت؟ الاشراک بالله. یکم حبیب خدا گفتن شرک به خدا آوردن این از همه گناهی وزنین ترین به شمار می رود. حضرت معاذ روان کردن. برادرای عزیز، من این مسئله را کمی روشن میکنم، زیرا که من باور کنین حتی همین ساعتهای حیات خود ما غنیمت میشمارم و حتی همین وظیفه را از همه وظیفه اولین درجه میشمارم و حتی باوری هم ندارم که تا جمعه دیگر ما در بین شما هستیم یا نیستیم. به این خاطر هرگاهی که یک مسئله مهم من برای شما به خدا قسم میرسانم، دیگر برای من خرسندی حد و کنار ندارد. انشاءالله من در این اجر کلان میگیرم، من در این پاداش کلان میگیرم. به خاطر پاداش و اجر کلانش این صحبت ها را من در بین شما میکنم که شما بعد شنیدن اصلاح شوید، بعد شنیدن به این عملهای شرکیانه چنگ نزنید. امروز من مهمان دارم، در همین درون شما نشستم، بچه ها آمدن از دوشنبه، میگد حاجی بابا میگد ما خوب همه کسیته ها را گوش کردگیم، آفرین به شما هم میگیم در اطراف همین شرکیات و خرافاتی که اینقدر شما گفتین. لیکن امروز گفتن حتی در همین حضرت زیارت کردن دا آمدیم،
باز نگاه کردیم حتی جوانها همون دستی در سنگ میمالند، در دیده هاشون میمالند. امروز حتی بچه‌شم همین دیدیم. ما گفتیم که الحمدلله مسئولیت از گردنمون قریب که ساقط شده است. هیچ معرکه ای نیست که صحبت ما از این خالی باشد، لیکن وای به حال همون کسانی که در همونجا نشستند و به مردم خبر نمیدهند که ای مردم، ای بچه، این عمل تو داری، این عمل تو نادرست است. وای به حال اونها که برای گویم که یک متاع ناچیز از دنیا چشمها را میپوشن به خاطر 5 سامان یا 10 سامان. این مشکل است. حضرت معاذ گفتند فإن اطاعوا لذلك، وقتی که مردم یمن دعوت کردی، مردم یمن قبول کردن که خدا یک و یگانه هست، محمد حبیب اوست، برگزیده اوست، پیغمبر است، این حالت چکار کن؟ وقتی اطاعت کن فاعلمهم ان الله تبارک و تعالی افترض علیهم 5 صلوات فی کل یوم و لیلة. معاذ گفت دویم وظیفه‌ای که در پیش داری، میری شهر دعوت داره حبیبی خدا، وظیفه های میری شهر گوش کنیم. میری شهر وظیفه‌اش چی بود؟ یکم این که مردم به خدا ترسی دعوت کن، یکم مردم به یگانگی پروردگار دعوت کن، یکم دویم وظیفت همین است که مردم خبر بده 5 وقت نماز در وقتش ادا کنند، این فرض پروردگار است. فإنهم اطاعوا لذلك، معاذ گفت وقتی اطاعت کردن 5 وقت نماز خواندن، فاعلمهم ان الله افترض علیهم صدقه تؤخذ من اغنیائهم و ترد علی فقرائهم، متفق علیه. سیوم وظیفت همین است، با مردم یمن برسان. 5 وقت نماز خواندند، به یگانگی پروردگار ایمان آوردند، محمد را همچو پیغمبر شناختند. وظیفه تو این است. سوم وظیفه این است که به مردم خبر بده که از مالی که دارین پروردگار بالای شما فرض گردانیده است که از او زکات جدا کنین. زکات جدا کنین، حق مسکین و بیچاره و ناتوانی که هست از مردم بگیر، در کمبغل ها تقسیم کن. این حدیث و این منظره که رسول اکرم با معاذ انجام دادن، اینم دلالت بر فرض بودن زکات میکند. اینم دلالت بر این میکند که تو انشاء الله در نزد پروردگارت قدر و شرف میابی زمانی که اگر تو ادا کننده زکات باشی. و الا وقت برادر عزیز و گرامی مال در برت است، مال در خاندانت است، لیکن تو از این مال زکات جدا نمی کنی، تو از این مال حق مسکین و بیچاره ها را جدا نمی کنی، به خدا قسم در نزد پروردگار برای تو عذابهای دردناک منتظر است. خداوند در سوره توبه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. پروردگار میگوید خبر بده به مردم آن کسانی که صاحب $1000 و $1,500 هستند، لیکن از این مال زکات جدا نمیکنند، برای آنها از عذاب دردناک پروردگار خبر بده. فبشرهم بعذاب علیم، با آنها از عذابهای دردناک پروردگار خبر بده که این مال او به ضرر او حل می شود، این مال او هیچ وقت به نفع او نیست، این مال برای او ضرر است. حتی در یک حدیث خواندم که حبیب خدا حدیثی طولانی بود که همش حفظ کردم الحمدلله، لیکن بسیار حدیثی دراز، جمله های دراز داشتن که رسول اکرم میگفت ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يعد منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له الصفائح من نار فاحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه و جبینه و ظهره. بین حبیب خدا چی میگوید؟ هر یک آدمی که در دنیا دولت دارد، مال دارد، لیکن از مال و دولتش زکات نداد،
از مال و دولتش خیر احسان نکرد. حبیب خدا چی گفتند؟ هر وقتایی که روز قیامت قائم می شود صفحت له صفائح من نار، ملائکه های دوزخ تخت سنگ های آتشین از دوزخ می گرفتند. تخت سنگ های کلان کلان مثل تخت برین می گرفتند در دستشان ملائکه های عذاب. چیکار میکردند؟ فاحمی علیها فی نار جهنم، برده در آتش دوزخ گرمش میکردند. همون پاره های تخت سنگی خیلی گویم آتش دوزخ از آتش دنیا 70 برابر گرمی و حرارتش بالاست. وقتی در همون که میتسبانش بعد چی میشید است؟ فاحمی علیه فی نار جهنم یکوه گفته داغ مانده نمیگن، بس داغ مانده میشود با این پاره سنگ ها. جنبه پهلوهاشه، این طرفایی که گرده ها داریم دو طرف گرده، در بالای گرده ها همون سنگ ها گذاشته می شود. بین و جبینه یک سنگ دیگه شه در پیشانید میگد پیغمبری خدا میمانند، دیگر سنگ شه و زهره پشت میمانند. کلما بردت، حبیب خدا گفت اگر مبادایی که این سنگ ها خنک شدند، از گرمی زیاده که وجودی تو میکشد عذاب میکشی، شما تصور کنین یک زمانی که گویم همین یک انگشت بالا یک همون چراغ نمی شمعی که میسوزیم بالا همین شمع در همین دست گذار قوتی امر میداری نداری. تو تصور کن که سنگهای آتشین در پیشانی و در پهلو و در پشت تو میمانند. کلما بردت از معنای خنکی است. حبیب خدا گفت وقتی که این سنگها خنک شد عیدت لها، باز اینها را برده چکار میکنند؟ در آتش دوزخ باز میتسبانند. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. حبیب خدا گفت این تو در حشرگاه 50,000 سال دوام میکند. 50,000 سال در حشرگاه این معامله را برای پول داره که در دنیا زکات دادن با این تخت سنگ ها سوزانده میشوی. این آیت قرآن از سوره معارج آیت 3 تماشا کنین، پاره 29 از قرآن است. خداوند در همین سوره معارج میگوید قیامت حساب حسد شما 50,000 سال دوام میکنه در قیامت. تا کدام زمان؟ حتی یقضى بین العباد فیور سبیله اما الى الجنه اما الى النار، تا زمانی که آدم یا دوزخی می شود یا حکم بهشتی را می گیرد. تا همون زمان مالدار و دولتداری که از مال زکات دادن با این تخت سنگا چیکار میکنن؟ عذابشان داده می شود. پیشانی و پهلو و تمام اعضای تو در این سنگهای آتشین می گذارند. یک شخص از جاش خیز بگوید قیل یا رسول الله فالبقر والغنم، من گو گاودار و گوسفنددار و بزدار هستم، از اینا هم زکات میدهم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يعد منها حقها. حبیب خدا گو کسی اگر در دنیا گاو دارد، گوسفند دارد، بز دارد، اگر از اینها هم که زکات جدا نکند، ان كان في يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرین. حبیب خدا گفتند این آدم مالداری که در دنیا گاوی زیاد دارد، خداوند مال ما را زیاد بگرداند. رسول اکرم گفتند ثعلبه گفتند همین حالی داری بسیار حالی خوب است، در همین قناعت کن گفت بسیار خوب است، زیرا حبیب خدا به نور معجزات میدانست که ثعلبه مالدار شود چگونه می شود. وقتی که ثعلبه روز دوم آمد از حبیب خدا باز دعا طلب کرد. حبیب خدا گفت حالت خوب است، قناعت کن، فقر بسیار یک نعمت کلان است، مال زیاد طلب نکن، شاید مال زیاد تو را گمراه گرداند. ای حبیب خدا از تو درخواست دارم که مال زیاد برای من نصیب کند. حبیب خدا دعاش تیری در نشان دست برداشت، دعا کرد خدایا همین ثعلبه را صاحب دولت بگردان. میگد فردا مالی جزیه آمد، یک گوسفند میگد حامله دار به حبیب خدا آورده دادن. حبیب خدا این گوسفند حامله دار را به ثعلبه داد، گفت خدا در همین گوسفند تو برکات نصیب کند. وقتی این گوسفند میگد در خاندان ثعلبه رسید، روز گویم که ماه به ماه و سال به سال
صف گوسفند زیاد میشد. دیگر چراگاه های مدینه میگوید گوسفندی ثعلبه را نبرد، بیرون شد، از مدینه بیرون رفت. وقتی از مدینه بیرون کی شد، نمازهای 5 وقته را ترک کرد حضرت ثعلبه، با آواره گاو و گوسفند شد. وقتی که کوه و بیابان ها که حتی میگه تنگی میکرد برای مال ثعلبه، نماز جمعه هم ترک شد. چگونه که امروز بعضی برادرای ما صاحب دولت و دکان و صاحب بعض گویم جاه و دیگر شدن، از عبادت های پروردگار روی گردانیدن. امروز فکر میکنن همون دولت که دارن همین برای اونها کفایت میکند و همه بزرگی گویم برای اونها همین مال است. ثعلبه هم از نماز جمعه و 5 وقته ماند. این حالت حبیب خدا در آیت زکات آمد. حبیب خدا نفر روان کرد، رو به ثعلبه گویین که از حق گوسفندها مال جدا کند. وقتی رفتن نماینده های حبیب خدا، ثعلبه گفت این مال من مال میراثی است. گفتند این مال میراث مال است. گفتند از مال میراثی زکات وجود ندارد. گفتند به نماینده های حبیب خدا این جواب گردان. آمد به حبیب خدا گفت، حبیب خدا گفت وای به حال ثعلبه، وای به حال ثعلبه. گفت وقتی که آیت های وعید نسبت ثعلبه که نازل شد، مردم مدینه دوام به پیش ثعلبه رفتن. ای ثعلبه، نسبت تو آیت های وعید آمده است. وقتی میگوید حبیب خدا که حیات بودن ثعلبه مالی از گوسفنداش که جدا کرد آورد، حبیب خدا دیگر قبول نکردند، قبول نساختند. وقتی ابوبکر صدیق هم که دوره خلافتش بود ثعلبه آورد مال، گفت نه حبیب خدا که قبول نکرده است من قبول نمیسازم. گفت حضرت عمر رضی الله عنه خلافت در برآمد، ثعلبه باز گوسفندا را پیش کرد آورد. گفت مادامی که حبیب خدا همراه گویم که بهترین موجودات و مخلوقات بعد حبیب خدا ابوبکر است و ای که قبول نکرد من هم قبول ندارم. گفت دوره حضرت عثمان شد. وقتی دوره حضرت عثمان دم که آورد، گفت این 2 ستاره درخشان و آن آفتاب تابان مال تو را که قبول نکرد من هم قبول نمی کنم. در دوره حضرت عثمان حضرت ثعلبه جان به حق تسلیم کردن، لیکن از مال زکات ندادند. تصور کن آدمی که زکات نداد حالی او چی بود؟ من در اولی صحبت برای شما گفته گذاشتم. شخصی گفت حبیب خدا اگر گاو داشته باشی و گوسفند، از این اگر جدا نکنی چی؟ رسول اکرم چی گفت؟ این انسان گفتن ملائکه های عذاب با پشت میخوابانند، با پشت میخوابانند. اون مقدار گاو و گوسفند که داشت همه اونها را آماده میکنن، با بالای صاحب و شکار میکنن، حرکت میکنن. چگونه شما اگر در تلویزیون نگاه کنین وقتی یک آدم با یک گاوهای کلان سر به سر می شود، چقدر حال او وزنین است، چقدر مردم وحشت دارد. تصور کن همون قدر گاو و گوسفندی که در دنیا داشت، از اونا که حق جدا نکرد، همه اونها و پایمال میکنند در روی زمین محشر، گویم در روز قیامت. لیس فیها اقصاء ولا جلحاء ولا عصباء. حبیبی خدا گفت شاخدار باشد، به شاخ باشد، شاخ شکسته هم که باشد، تتعوه بازلافها تنتنوح بین. حبیب خدا میگوید که بقرونها و تتعوه بازلافها، شاخدارش به شاخش میزند، به شاخش به سنب پاش روی او را پایمال میکنند. در کجا؟ در روز قیامت که مدتش 50,000 سال است. این برای همون انسانی است که در دنیا اگر حقی نه از مال و نه حق از زمین عشر جدا میکند، نه از مالش زکات میدهد، این عذابها برای آدمای مالدار است. اینا به خدا قسم والله که سخن قرآن و سخن حبیب خداست، اینا در روز قیامت پشیمان هستند، بسیار پشیمان میشوند، لیکن پشیمانی دیگر سود ندارد. حتی یک پشیمانیش در سوره منافقون
گویم که تماشا کنین شما پاره 29 از قرآن. خداوند و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. مرحمت همین تفسیر آیت اگر کتاب‌هایمون کریلیکی داشته باشین تفسیرش را تماشا کنین که مفسرها میگن همین در باب زکات نازل شده است. الله میگه از مالی که برای شما دادم زکات او را جدا کنین. صاحب تفسیر ابن کثیر حضرت چی میگوید؟ میگوید وقتی که آدمی که در دنیا زکات نداد حالتی گوییم که همون جان دادنش که نزدیک می شده است و در همونجا زاره و تولا می کرد از پروردگارا اگر برای من مهلت دهی قسم به بزرگیت یک روز برای من مهلت ده اکم من الصالحین فاصدق و اکم من الصالحین همه مال من در راه تو صرف میکنم از مالم زکات میدهم بنده بهترین تو میشوم. لیکن الله چی میگفته است؟ ولا یؤخر الله نفسا. پروردگار میگفته است نه، میگفت برای تو دیگر یک ساعت مهلت نیست. گفتند خدای تو میدانست که تو با این مال چی معامله میکنی. پروردگار از این با علم قدیم خودش میدانست که من تو را مالدار کنم، با این مال تو چی کار میکنی. الله این دانا بود. و این خاطر برادر عزیز پشیمانی ما در همین دنیا پشیمان شویم، در آخرت پشیمان نشویم که والله که هیچ سود و فایده ای ندارد. حضرت سعدی میگفت پریشان کن امروز ای گنجی نجوس، پریشان کن ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. دیگر این گنجینه هایی که داری میگوید این گویم که پولهایی که چی در خانه و چی در بانک و چی در کجای پنهان کرده باشی اینها را امروز پریشان کن ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. کنون بر کفی دست نه هرچی هست که فردا بدندان گزی پشت دست. که فردا پشت دست میگزی، فردا پشیمان میشوی، دیگر پشیمانی فایده ای ندارد. این است برای آن کسانی که زکات میدهند و برای آن کسانی که از مالشان زکات نمیدهند. این است آن چیزی که الله گفت، این است آن چیزی که حبیب خدا گفتند. من اتاه الله مالا فلم يؤد زکاته مسل له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقوه یوم القیامه یأخذ بلحظمتیه و یقول انا مالک انا کنزک. حبیب خدا چی میگوید؟ میگوید که وقتی انسان را پروردگار صاحب مال میگرداند و از این مالش زکات که نداد مسل له شجاعا اقرع. حبیب خدا گفتن روز قیامت پروردگار یک مار افعیه که موی سر ندارد یطوقوه در گردن این آدم مالدار می سپارد. همین مال سر چیزی که دارد همش الله به مار مبدل می گرداند و این مال در گردنش می گذارد. له زبیبتان، میگوید این مال بارای همون چشمهاش با چشم دارد و دو لب کلان دارد. ببین یأخذ بلحظمتیه، همین مار از لبهای میگوید همین آدم مالدار میقپیده است و نیش میزده است. چی میگفت؟ ثم یقول انا مالک انا کنزک، من هستم همون پولهای تو، من هستم همون طلا و تنگه تو که در دنیا جمع کردی و تو به کسی رحم نکردی، به کسی انصاف نکردی، در راه الله که صرف نکردی. انا همون مال تو من هستم. امروز بچش آن عذاب را که پروردگار برای تو آماده کرد. برادرای عزیز و گرامی، به خدا قسم همه اینا سند دارد، همه اینا حق هستند. هیچ کدام این یگان افسانه و یگان سخن بیهوده نیست که من برای شما حکایت کرده باشم.
آن چیزی که گفتم حقیقت دارند، آن چیزی که گفتم از قرآن بود، از احادیث های صحیح حبیب خدا بود که برای سمع شما رسانیدم. گفته همون آخر در محمد ثنای ایرانی که یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی بافهم یک نکتهش بس است. حالا که من 6 جمعه شد در اطراف زکات صحبت دارم، لیکن اگر در همینم که ما اصلاح نشدیم، در همینم که عبرت نگرفتیم، پس دیگر چراغ در پیش یک آدم نابینا گذاشتن است. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. بعد سلام، سلامتی شما را میخوام. من یک سوال دارم. داملا زنها آرد بیزان میکنن، از نگاه اسلام درست است یا نادرست؟ برادرای خیلی عزیز و گرامی، جوانای خیلی محترم، الحمدلله که من امروز افتخار دارم که همه شما جوانی با فهمین. امروز ما در عصر 21 زندگی داریم. امروز انکشاف علم است، امروز پیشرفت است. امروز الحمدلله که ما دیگر گویم آن دوره های 70 سال و 80 سال پیشی که دیگر با یک حکایه دروغ یا با یک افسانه دروغ ما و شما را فریفته میکنن، دیگر اون عصر نیست. این عصری است که الحمدلله که تمام کتاب ها در نزد ما وجود دارند. دیگر گویم هیچ یگان چیزی نیست که در اطراف او ما از قرآن و از احادیث های رسول اکرم برنامه یافته نتوانیم. لیکن این آردبیزانی که میگویند، من که نمیدانم این آردبیزان به چی خاطر باشد، لیکن هر چی که باشد اینا همه باطل هستند. برادرای عزیز و گرامی، همون صحبت هایی که خیلی پیشینه‌ای که من به شما داشتم باز کمی برای شما یادرس میشوم که ما غمخوار همه شما هستیم. والله که ما غمخوار همه شما هستیم. ما را حدیث رسول اکرم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه بیقرار کرده است. ایمان تو کامل نیست تا زمانی که آن چیزی را که برای خودت میدانی، آن چیزی را که برای خودت میفهمی، آن چیزی را که برای خودت دوست میداری به گوش مردم نرسانی، ایمان تو کامل نیست. گفتن حبیبی خدا. به این خاطر من دوست میدارم که پولهای شما در این راه صرف نشود. برادرای عزیز و گرامی، امروز کدام تو بیچاره در روسیه کار کردیسین؟ کدام شما گویم در همین هوای سرد در دستی گویم در یگان خاندانی کار کرده ایستاده ایم، در یک حالتهای وزنین، خوراکی خوب ندارین، پوشاکی خوب ندارین. برای شما چی در کار آرد بیزانو؟ برای شما چی در کار فاتحه کردنو؟ برای شما چی در کار 2 روز 3 روز مردم توی دادنو؟ همینا چه حاجتن؟ چه حاجتن؟ بازم آن که این خراجات ها در شما در نزد خدا باز جواب بگوییم. این مالی که الله داده از حکومت $1000 میتد، از پسش 100 تا ریویزیار تفتیش دارد. این مالی که الله میتد هزارها ریویزیار از پس این مال نظارت دارد. نمیتانی، پول از دستت میگیرد، بیمار و قشاق ناتوان میگردی. از زمانی که حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر دعا کردن، خدایا از گویم کفر، عملهای کفرانه امتهای مرا نجات ده، از فقر ما را نجات بده. پس وقتی که از فقر حبیب خدا دعا میکند که ما نجات یابیم، آیا این برای ما برکت نیست؟ این برای ما بهبودی نیست؟ من فقط خواهان او هستم که شما کم خراجات باشین، اسراف نکنین، زیرا الله اسرافکار را دوست نمی‌دارد. شما هر چی دارین در جان خودت صرف کن، در جان زن، در جان فرزندها صرف کن. برای بهبودی پیشرفت بچت و فرزند و جامعت صرف کن. در این راه‌های نادرست برادرای عزیز مالهاتون صرف نکنین، پولهاتون صرف نکنین. و خدا اگر چند سومی داشته باشی وقتی این معامله را میکنی الله را خوش نمی آید، همه مال تو را از دستت میگیرد. نگذارین نه آردبیزان کنن و نگویم حتی ما را از نکاح سوال کرده بودن، یاد داشته باشیم. ما گفتیم حتی همون نکاح را در روز توی کنین، خاصه برای نکاح روز جدا نکنین. به چی خاطر؟ به خاطری که خراجات کمتر شود.
با همون آب نانی که در همون روز توی شما پخته کردین به همون گوییم که همون معرکتونم گذرانین. به چی خاطر؟ به خاطری که اسراف کم شود. در کوچه ها 100 ماشین و 200 ماشین هم امروز با همون بت پرستی که در آغاز صحبتم گفتم، با همون لفت و بازی و با همون نغمه هایی که در کوچه ها دارین، جوانان عزیز بسیار شما را من میشناسم، در همون ماشین ها شما سوار هستید، با پیش همین مسجد گذشته راه ها را محکم میکنید. آیا از خدا نمی ترسید؟ اینقدر ماشین بسیار چی در کار؟ چی در کار؟ آیا همین خراجات نیست؟ همین اسراف نیست؟ برای هر کدام او 3 لیتر یا 4 لیتر بنزین باید جدا کردن در کار. نکنیم برادرای عزیز، این خراجات های بی معنی را نکنیم. در اسلام ما خیر احسان وجود دارد فقط برای شخصی که شرایط داشته باشد، برای شخصی که دسترس باشد. برای آدم کمبغل و بیچاره و ناتوان هیچ وقت اسلام خیر احسان گردن ما بار نکردن. همین روز گردن مانده، همین سال و چیل و پنجشنبگی و دیگر همین گوییم که خیر احسان های بیهوده را بار کردن، همینش بس نیست. باز ایناش خودمان بالای خودمان زم میکنیم، فردا باز جوانا بچه های ما تولد میشوند، باز اونا چی میگویند؟ اونا چی کار کنند؟ السلام علیکم. شما در یک جمعه بیماری حضرت ایوب را نقل کرده که در بیماری بدن او را کرمان خوردند. ایشان نورالدین جان میگوید که بدن پیغمبران را کرم نمیخورد. جواب صحیح برای من گردانید. برادر عزیز، من حضرت ایوب حکایه کردم لیکن برای شما نگفتم. من چیزی گویم یادم میستد. من نگفتم که بدن او را کرما خوردم، بلکه بعضی روایت هاست. اگرچه این در قرآن صراحتا آیت وجود ندارد که حضرت ایوب بدنش کرم خورده باشد، بلکه این روایت است. روایت ها وجود دارند که بدن حضرت ایوب کرم زد. این روایت است. من این روایت فقط برای گویم همون یک شیرینی صحبت و برای گویم یک لذت بردن از این عبرت گرفتن من برای شما حکایه کرده بودم. برای همین بدن حضرت ایوب کرم نزد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای حاجی. بابای حاجی، من 3 سوال دارم. برداشتن انگشت سبابه در مذهب امام اعظم آمدگی هست؟ زیرا که به من یک حاجی گفت که برداشتن انگشت سبابه منسوخ شدگی و من با او گفتم که این خیل نگوید که گناهگار می. این آیت قرآن نیست که منسوخ شود. بیچاره حاجی شیری ملا بشه. بعد ولی همه حاجی ها میروند بیچاره یک 20 و 25 حج میکنن، میان خیالشون که همه علم همیا میدانن. ای بیچاره میروند یا حج میکنن، طواف خانه کعبه میگردن، میآیند، هیچی نه دیگر. یا رکن اسلام اجرا میکنن. حاجی چیکار داره به انگشت سبابه برداشتن نبرداشتنش؟ علم نداری، فهمیش نداری، چیکار داری به مسئله اسلامی میچسبی؟ همون حاجی که گفته است اون خیزت گوید که خیلی فلان مرحمت نادرست است، ما تصدیقش کنیم. زمانی که ما این روایت ها را چی در مذهب امام ابو حنیفه، بله خود حضرت امام ابو حنیفه انگشتان می برداشتند و ما از مذهب بیرون صحبت نداریم، ما خودمان آدم مذهبی هستیم. از این خاطر مرحمت تو اگر بسیار اینقدر عالم باشی، همین عمدة الرعایه شرح الوقایه است. خدا رحمت و مغفرتش کند. حضرت گفتند که حتی سرزنش کردن در همین حواشی عمدة الرعایه. عمدة الرعایه کتاب مذهبی است، شرح الوقایه است که او را ما تعلیم گرفتیم. حتی وای سرزنش کرد صاحب فقه کیدانی را که صاحب فقه کیدانی شرم ناکرده باز در تنبورش نواخته است که این برداشتنش حرام است. خود صاحب عمدة الرعایه خدا رحمت کنه در مذهب امام ابو حنیفه آدم مشهور علی قاری است که او را ثقه در حدیث میگویند. او حضرت میگوید که اگر حدیث وظنوا بالمؤمنین خیرا نمیشد، هر آینه صاحب فقه کیدانی را حکم به کفر میداد. این سخن علی قاری است که اگر حدیث وظنوا بالمؤمنین خیرا، حبیب خدا چی گفتن؟ به تمام مؤمن ها گمانی نیک داشته باشین.
من همچو برادر صاحب فقه کیدانی را مؤمن میشمارم، گمان نیک دارم. این حدیث حبیب خدا نگذاشت و الا من را حکم به کفر میدادم. حلال کرده خدا را، حلال کرده اسلام را حرام گفته است. و این خاطر برادرای عزیز و گرامی، هر کی میبردارد بردارد، هر کی نمیبردارد میبرداشتگی ها را باید سرزنش نکنید. شما گناهگار بشوید. وقتی را سرزنش کردی همچنان است که عمل حبیب خدا را تو سرزنش داری، کرده پیغمبر را مسخره داری، تو گناهگار نمیشوی. حبیب خدا این محبوب الله است. اطاعت رسول اطاعت خداست. من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصى الله. حبیب خدا میگه کسی مرا اطاعت میکند اطاعت الله است. کسی در نزد من گناهگار شید در نزد الله و گناهگار است. این سخن یک حدیث است از حبیب خدا روایت. و این خاطر برادرای عزیز و گرامی باز از شما خواهش میکنم علم ندارین در اطراف این مسئله ها هیچ بحث مناظره نکنین، یکدیگرتون من و یکدیگرتون سرزنش نکنین. بگذار شما از ما پرسان کنین. اگر مبادایی که از ما یگان جواب گرفتین که گوییم که علیه وی باشد و نادرست برآمد کرده باشد، این حالت دبد شما همونم به سرزنش نه، همونم به دشنام نه، همونم با رفتی درست گوید که فلانی هم تا گفته از نام ما گپ زنید. لیکن خودتون بین یکدیگر بحث نکنید برادران. خب دیروز من فقه الاسلام و ادلته را همین باب خواندم. کتاب زحیلی هست، 4 مذهب صحبت میکنه که خود حضرت امام ابو حنیفه دست انگشتشان می برداشتند در خود کتاب فقه الاسلام و ادلته. بابای حاجی دویم سوال به من میگویند که پیغمبر خدا، بابای حاجی به من گوید که پیغمبر خدا موی سرش چگونه بود؟ ای موی سر پیغمبر خدا دراز بود و حبیب خدا رم موی سرشون تراشیدگی هم بود. و این خاطر موی سر داشتن یا موی سر نداشتن اینم گناهی نیست. یعنی موی سر فقط حبیب خدا من کان له شعر فلیکرمه، کسی صاحب موی سر است اکرامش کند، تازه نگهش دار. همین موی سر داریم بچهای عزیز گویم، بچه‌ها همه موی سر دوست می‌دارن. بعد ما که کلان شدیم دیگر اگه خودمون که موی سر بد می‌بینیم، بعد جوانا را چیکار می‌کنیم؟ سرزنش می‌کنیم موی سر نمان. چرا نماند آخه؟ داری دلیل نماند. برای همین حبیب خدا فرمایش می‌دهد موی سر داری، موی سر تا تازه نگه دار. جایز است برای تو موی سر ماندن. لیکن کسی می تراشد تراشیدن بگیرد، کسی می ماند گذاشتن بگیرد. فقط با ترتیب بیاره، فقط با ترتیب. امروز در گویم که همین زمان ما و شما در اطراف ما و شما همون موی های درازی که می گذارن همون به چشم مردم خوب نمی آید، در چشم مردم خوب نیست. مردم همه وقت موی سر دراز سرزنش میکنن. از این خاطر همین موی های پستی که جوانا میمانند با همین ترتیب گذاریم و تازه نگهش داریم، همینش کفایت است. بابای حاجی در وقت نماز خواندن بروک از بجلک پایان باشد ثواب میگیری یا اینکه نی؟ اگرچند در حدیث های صحیح پیغمبر حدیث های خواندیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بروک از بجلک پایان نمازش قبول نگفتند، حتی گفتند این عمل متکبر هاست، خداوند متکبر دوست نمی دارد. کسی که اگر از بجلک پاش بروکش پایان باشد. لیکن در شرح حدیث خواندم که شارح های حدیث خدا رحمتشون کند میگوید اگر از حساب کبر باشد گناهگار میشوید، از حساب کبر نباشد گناهگار نمیشوید. امروز گویم همون فابریکه هایی که برای ما و شما این بروک ها را دوختن، همین طرزی که میپوشیم از کبر خالی باشد گناهگار نیستیم، لیکن کبر کنیم گناهگار میشویم. لیکن برای احتیاطاً اگر همون لوهای بروک قطع کنیم از بجلک پایان کنیم، این با بهتر، اینش با بهتر است. او زمانای بود دوره های شوروی در یاد داشته باشین، همون بروکای کلیوش میگفتن،
کتا آدما افتخار میکن به همونا. افتخار معنا که تکبری میکردن. انا اگر همون قطعی ما و شما تکبری کنیم که پاچه بروک ما در زمین شکیده رفته ایستاده است، یا عرب ها اصلا همون کرتای درازشون هم ازار میگن. اگر همون کرتاهای درازی که شما دیده باشین، حتی همون زنهای پادشاه ها و دخترهای پادشاه ها که کشیده به زمین می بردن، اگر انا همون گونه ما لباس ها را برای خود اختیار کنیم و با همونها تکبری کنیم، این دما و شما گناهگار می شویم. لیکن این طرزی که الحال ما می پوشیم، اینا که از کبر خالیان، گناهگار نمی شویم برادر عزیز. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه مؤمن آباد خواهش میکنیم که با سوال ما جواب پورا گردانید. خری که میفروشی از پول وی مواد خوراکه خریدن جایز است یا نه؟ جایز است برادر عزیز. خر میفروشی، اسب میفروشی، گاو میفروشی، چیزی میفروشی، بعد او پولی او را گرفته و مثال مواد خوراکه خریدنم، اینم جایز است و اینم درست است. در اینجا یک برادر ما یک مسئله را گفتن، خیر انشاءالله جمعه آینده همینجا گوش کرده ایستادن، جمعه آینده انشاءالله من سوال اونها را جواب میگردم، برای وقتم خیلی کم است. سلام اکی داملا محترم اکی حاجی مرزا، نبیره من سلامتیش ناتاب شده است، در حقش دعای نیک کنید که خوشحال گردد. خدای مهربان سلامتیش برقرار بگردانی و حال این نبیره را خدای مهربان خوش بگردانی. آمین و رب العالمین. این سوال چند جمعه شد که منتظر است، شد دراز. من گفتم سوالای دراز ننویسیم. السلام علیکم اکی حاجی مرزا، اولا خداوند شما را در پناه خودش نگه دارد و دشمنان شما را از آن جمله دشمنان اسلام را خدا کور و نابود سازد. باور کنید حضرت در دل غمی دارم، زبانم پیش نمی رود و دستم می لرزد که حادثه را به شما مکتوب کنم. من یکی از بنده ناکس و ناچیزی هستم، لیکن الحمدلله که 5 وقت نمازم را در وقتش می خوانم. من حرکت می کنم که گناهی نکنم، اما مادرم زنی نمازخوان است. روز به زنی من گفت که سطر را از سرت بگیر. من گفتم که نه مادر، این امر خداست. او گفت که همین ریشی تو و سطر زنت دل مرا تنگ میکند. من گفتم این را خدا در قرآن امر کرده است، لکن مادرم قرآن را تحقیر کرد و شما بر این دانشمندها را کمی سخنهای قبیح زد. من دیگر طاقت نکرده او را حقارت کردم و از خانه برآمدم. پس آن پشیمان شدم و در فکر افتادم که این کار کرده من نمازهایم را بیکار نمی کند، عبادتهای من مگر باطل شدند. تشکر. اگر غمگین شوید عذری بسیار میخواهم. خدا یارتان باد. و در آخر دعا کنید و جمع یاران خدا که اولا مادرم را ایمان کامل خدا عطا کند و فرزند خوش صورت و خوش سیرت و نمازخوان خدا نصیب من بگرداند. این برادرم گویم در اصل حادثه ای بوده است که گویم نه قلم دواندن در دلم می لرزد و هم این حادثه را بیان کردن در زبانم پیش نمی رود که مادر نمازخوان، لیکن از ریشی داشته من و از سطر زنی من خیلی ناراحت، وقتی میگم امر خداست قرآن تحقیر میکند. میگم فلان داملا گفت، داملا را دشنام میدهد. داملای عزیز چیکار کنم؟ من مادرم را حقارت دادم. برادر عزیز و گرامی، این مادر حقارت دادن شرط نیست. حقارت دادن او هیچ معنی و هیچ بهبودی نمی آورد، زیرا که خداوند این مادر را گمراه کرده است. خداوند این مادر را هدایت نکرده است. خداوند در دل این مادر ذوق و شوق اسلام جای نکرده است. از این خاطر این ارزنده نیست که ما این گونه مادر یا این گونه پدر را تحقیر و دشنام دهیم. دشنام نمیدهیم. به خاطر مادر بودنش، به خاطر پدر بودنش احترامش میکنیم. حتی پدر و مادر که مشرک باشند ما باید وظیفه‌دار هستیم که احترامشان کنیم.